دومی حرامی که در این قسمت هست چی هست؟ نزدیکی به زنا هست. این موسیقی هایی که امروز ای بازار نشر میشه، مرد نامحرم دختر نامحرم بوسه میکنه، در آغوش خود میگیره، بر از او خواندن میکنه. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ولا تقربوا الزنا. الله میگه به زنا نزدیک نشین. الله میگه به زنا نزدیک نشین. ببینید تفاوت است بین قرآن شناسی دقیق و این قرآن شناسی که ما سطحی میکنیم. الله چرا نگفت که ولا تزنو، زنا نکنید؟ ولا تزنو نگفته که ولا تزنو، گفته ولا تقربوا الزنا. به زنا نزدیک نشین، با زن نامحرم دست نتین، نزدیکی به زنا هست. یعنی به او امور و او وسائل و او راهها و او مجالسی که تو را به زنا میکشانه. خب طبعا این موسیقی وقتی که یک پسر جوان یک دختر زیبایی را دید که مثلا یک کسی در آغوش خود گرفته و برای او خواندن میکنه و بالاخره غرایز ازی کشانده میشه و حتما مبتلا به زنا میشه. از این خاطر الله گفته که ولا تقربوا الزنا. ای مسلمانان شما به زنا نزدیک نشین. چی معنی به زنا نزدیک نشین؟ یعنی به زنا نزدیک نشین، با زن نامحرم دست نتین. بسیاری مردم ها خوب دیندار است، زن ببینی بیبی حاجی میگه تو قول میده بیبی حاجی حج بشرمانید که تو بر مرد نامحرم دست دراز میکنی. عادی شده بسیار برای مردم، بعضی کسا رواجشان است. اینا دیگه اکثر از است که گفته با زن نامحرم و مرد نامحرم بر زن نامحرم، زن نامحرم بر مرد نامحرم دست خدا نته، به خاطر ازی که ولا تقربوا الزنا یکی از وسایل نزدیکی زنا دست دادن است. خب دست دادن است، از این خاطر گفته دست به زن نامحرم نتین. آیت قرآن تطبیق شود، گفته که ولا تقربوا الزنا، برادر نامحرمت که تو خانم تنها در یک اتاق نمان. بسیار در نماز خوب هستی، اما در قسمت برادر جوانت در مقابل خانمت که ناموست است هیچ بی تفاوت هستی. والله رواجب است. الله میگه ولا تقربوا الزنا. تو چی خبر هستی که تو خانمت به همراه برادر نامحرم جوانت در یک اتاق میمانی، وردوشان جوان هستن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه که یک مرد و یک زن نامحرم وقتی که در خانه تنها شوند، ثالثهما شیطان، سومیشان شیطان است. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شاگردای مکتب و نبوت، یا سبحان الله، والله اگر امروز کسی صبح تا به شام 24 ساعت زحمت بکشی، اگر به گرد خاک پای صحابه برسیم، موضوع به تقوای حضرت ابوبکر صدیق میرسیم. ظاهر دایی آمده خود با ابوبکر صدیق برابر میکنه. والله ظاهر دایی اگر به خاک پای ابوبکر صدیق برسه، به خاک پای اسب از او که در میدان جهاد کرده، اگر موضوع برسه. من امروز بخیدم سر معاویه رضی الله تعالی عنه، خاک پای که اسب معاویه داشته از مکان شرفش زیاد بوده. ان شاء الله اومدی خدا کتازی گفت میزنی. اونمو رسول صلی الله علیه و سلم با اونمو شاگردای با تقوای مجاهد، با ایمان، دعوتگر، صادق، اشداء علی الکفار رحماء بینهم رضی الله عنهم و رضوا عنه. اما صحابی که متصفات داشتن برشان میگه که اگر یک مرد نامحرم با یک زن نامحرم در یک خانه بشینه چی هست؟ ثالثهما شیطان، سومیشان شیطان است. برای این صحابه درس میده. ای صحابی مبارک، با اینمی تقوایی که داری با زن نامحرم دست نکن، با اینمی تقوایی که داری با زن نامحرم نشین، با اینمی تقوایی که داری این رقص و ساز و خواندن دیگه پارا خدا از این مجالس دور بکن. ما تو امروز آمدیم خدا کنترل میکنیم. از این خاطر برادرای عزیز، دومین مشکلی که موسیقی داره انسان به چی نزدیک می‌سازه؟